سلام، به کانال خواب آرام خوش اومدید. امشب یک داستانی داریم از زنی که برخلاف حکم پادشاه به گدا صدقه داد که به دنبال این یک اتفاق عجیب براش افتاد که پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید راحت خوابتون ببره این داستان رو حتما بشنوید. قبل از اینکه شروع کنیم اگر به شنیدن داستانهایی برای خواب راحت علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا همدیگر رو گم نکنید، چون داستانهای کانال من به شما کمک میکنه تا از استرس و اضطراب و مشغله های فکری دور بشید و یک خواب راحت و آرام رو هر شب تجربه کنید. خب بریم که با هم شروع کنیم. روزی بود و روزگاری پادشاه بدجنسی بود که به مردم زور می گفت. او از فقیرها و بیچاره ها خوشش نمی آمد. به همین خاطر دستور داده بود که هیچ کس حق ندارد به فقیر و بیچاره‌ای صدقه بدهد. روزی از روزها اتفاقاً گدای بینوایی که شکمش از شدت گرسنگی به پشتش چسبیده بود در خانه‌ای را زد. زنی در را باز کرد. گدا گفت در راه خدا به من کمک کن، چند روز است که چیزی نخوردم. زن من و منی کرد و گفت آخر مگر نشنیده ای که پادشاه قدغن کرده به کسی صدقه بدهیم؟ می ترسم مأمورها سر برسند. گدا ناله‌ای کرد و گفت شنیدم اما دیگر طاقت ندارم، از گرسنگی دارم میمیرم. زن دلش به حال گدا سوخت و 2 قرص نان به او داد. گدا هم او را دعا کرد و رفت تا نانها را بخورد. مأمورها و جاسوسان پادشاه که این را دیدند فوری به پادشاه خبر دادند. پادشاه ظالم هم دستور داد دستهای زن را ببرند. چند وقتی از این ماجرا گذشت تا اینکه پادشاه هوس زن گرفتن کرد. رو به مادرش کرد و گفت میخواهم زنی برایم پیدا کنی مثل پنجه آفتاب. مادر پادشاه گفت اتفاقاً در همسایگی ما زنی هست زیبا و نجیب، اما حیف که یک عیب بزرگ دارد. پادشاه پرسید چه عیبی؟ مادرش گفت عیبش این است که 2 دست ندارد. پادشاه گفت حالا او را بیاورید ببینم، شاید او را با همین عیب پسندیدم. زن را
به قصر پادشاه آوردند تا پادشاه چشمش به زن افتاد او را پسندید. پادشاه نمی‌دانست که او همان زنی است که به گدا صدقه داد و خودش دستور داده بود تا دستهای زن را ببرند. خلاصه بساط عروسی را به پا کردند و عروس را به آرایشگاه بردند. موها و پاهای او را حنا گذاشتند، سرخاب و سفیداب به او زدند و 7 شب و 7 روز عروسی گرفتند. چند وقتی به خوبی و خوشی گذشت و بعد از 1 سال زن پادشاه یک بچه کاکلزری به دنیا آورد. از آن طرف زنان دیگر پادشاه که دیدند او هم خوشگل است و هم نجیب، حسادتشان گل کرد و دست به یکی کردند تا آن زن را از چشم پادشاه بیندازند. از فردای آن روز آنقدر از آن زن بد گفتند و در گوش پادشاه خواندند تا اینکه پادشاه حرف آنان را باور کرد و آن زن بیچاره را از قصر بیرون کرد. زن بچه‌اش را به دوشش گذاشته بود و میرفت تا اینکه به چشمه آبی رسید. بس که تشنه بود فوری خم شد تا چند قلپ از آب چشمه بخورد، اما یک دفعه بچه از روی دوشش سر خورد و افتاد توی آب. زن داد و هوار کرد و موهای خود را کشید و کمک خواست، اما آب بچه را با خود برد. زن بیچاره همانجا نشست و به شانس بد خود گریه کرد. آنقدر برای بچهش گریه کرد که اشکش خشک شد. در همین موقع 2 مرد که از آن طرفها رد می شدند جلو آمدند و پرسیدند چه شده؟ چرا گریه می کنی؟ زن صورتش را با گوشه روسری پاک کرد و ماجرای افتادن بچهش را گفت. آن 2 مرد گفتند می‌خواهی بچه‌ت را از آب در بیاوریم؟ زن گفت اگر این کار را بکنید هیچ وقت محبت شما 2 نفر را فراموش نمی کنم. آن 2 مرد زیر لب چیزی گفتند و لحظاتی نگذشته بود که آب بچه را به سلامت از آب بیرون انداخت. زن دوید و بچهش را بغل کرد و او را بوسید. سپس آن 2 مرد رو به زن کردند و گفتند می‌خواهی دستهای تو را هم مثل روز اول کنیم؟ زن که دید آنها هر کاری می توانند انجام دهند گفت بله می خواهم، خدا خیرتان بدهد. آن 2 مرد دوباره زیر لب چیزی گفتا دستهای زن مثل روز اول سالم شد.
زن دستهایش را این طرف و آن طرف کرد و دید که مثل روز اول شده. خدا را شکر گفت و از آن دو مرد تشکر کرد. آن دو مرد گفتند تشکر لازم نیست، آیا ما را می شناسی؟ زن گفت نه والله نمی شناسم. آنها گفتند ما همان دو قرص نان هستیم که تو آن روز به آن مرد گدا دادی و همان باعث شد دستهایت را از دست بدهی، اما حالا هم به بچت رسیدی و هم دستهایت را دوباره به دست آوردی. مردها این را گفتند و رفتند. ما هم برویم و قصه بعدی را بخوانیم. دوستای عزیزم، به پایان این داستان رسیدیم. امیدوارم که صدا اذیتتون نکرده باشه. ممنونم که به داستان امشب ما گوش دادید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برامون کامنت بذارید تا در ویدیوهای بعدی ازشون استفاده کنیم. امیدوارم که خوابتون برده باشه و پایان ویدیو رو اصلاً نشنیده باشید. خوب بخوابید دوستای عزیزم. شب خوش.